دیگر برای سپاه پاسداران از اسرائیل، این بار از بالکن یک خانه در خاک ایران. حذف فیزیکی پایانی بر زندگی سرهنگ پاسدار علی اسماعیل زاده از فرماندهان یگان 840 نیروی قدس سپاه. این عضو جوخه ترور دوشنبه به طرز مشکوکی از بالکن خانه‌اش در منطقه جهاننمای کرج سقوط کرد و کشته شد. منابع ایران اینترنشنال میگویند بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی، سازمان اطلاعات سپاه به دنبال سرنخ‌هایی در داخل نیروی قدس به سرهنگ علی اسماعیل زاده رسید. از همکاران نزدیک خدایی که به دلیل نقش احتمالیش در نشر اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی به دست خود سپاه ترور شده. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه ترور او را تکذیب کردند و خبرگزاری دولتی ایران دلیل مرگ او را سانحه عنوان کرده. اما مقام‌های سپاه به خانواده سرهنگ اسماعیل زاده گفتند او خودکشی کرده به دلیل مشکلات روانی ناشی از جدا شدن از همسرش. تناقضاتی که احتمال حذف فیزیکی او را تقویت می‌کند. 8 روز پس از ترور صیاد خدایی در تهران که منابع اسرائیلی او را جانشین یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کردند که مسئول انجام عملیات‌های حذف برومرزی جمهوری اسلامی بوده. اما خدایی مسئول اجرای عملیات بر روی زمین و مسئول انتخاب، ارتباطگیری و استخدام شهروندان غیرنظامی برای ضربه زدن به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بود. خدایی در آخرین مأموریتش منصور رسولی عضو یک باند قاچاق را برای ترور یک دیپلمات اسرائیلی به ترکیه فرستاد. رسولی قرار بود یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. اما این نیروی عملیاتی گیر افتاد و ماموران اطلاعاتی اسرائیل او را در ایران بازجویی کردند. 1 ماه پیش کانال 13 اسرائیل به نقل از منبعش در موساد فیلم اعترافات او را منتشر کرد. رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن. رسولی عضو باندی است که برای سپاه کار می‌کنند و از طریق یک تعاونی مرزنشینی به نام دالامپر پولشویی می‌کنند و در ازای همکاری با سپاه امکان صادرات و واردات غیر مجاز را به دست آوردند. لقمان رسولی برادر منصور رسولی سهامدار اصلی شرکت تعاونی مرزنشینان دالامپر است. او فعالیت‌های این گروه را در خاک عراق بر عهده دارد. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، منصور رسولی که مدتی در خانه تحت نظر بود، حالا در ساختمان اطلاعات ارومیه زندانی است. با این حال برادر او لقمان قرار بوده چند ترور برای یگان 840 سپاه پاسداران در خاک عراق انجام دهد. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و رستم جهانگیری عضو کمیته مرکزی این حزب از اهداف ترور بودند. با اطلاعاتی که منصور رسولی از طریق خواهرش منیژه سعی کرده بود به دست بیاورد. منیژه ساکن سوئد و همسر ناصر رسولی عضو حزب و پسرعموی منصور رسولی است. یگان 840 در سراسر جهان فعال است. در عراق، سوریه و حتی آمریکا با مدیریت فرماندهان ویژه و البته در ونزوئلا که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد. سپتامبر سال 2019 2 مأمور ویژه این یگان وارد کاراکاس شدند. 2 نفر با نام‌های مستعار صابر رمضانی و اصغر فاطمی نیا، با نام‌های واقعی مرتضی فرامرزی و محمد حسن حجازی، یکی از فرزندان علی اصغر حجازی از اعضای بلندپایه دفتر علی خامنه‌ای. 2 سال پیش ارتش اسرائیل تایید کرد که یگان 840 مسئول عملیاتی خرابکارانه در مرز این کشور با سوریه بوده. اولین ضربه را پاییز همان سال یک سازمان اطلاعات غربی به این یگان زد، با عملیاتی مخفیانه در مقر این واحد سپاه در قلب دمشق. یگانی که در ترکیه فعالیت چشمگیری دارد. 2 سال پیش محمد ابراهیمی وارد آنتالیا شد تا اینجا با مهره‌های اطلاعاتیش دیدار کند. او رئیس شاخه آسیای مرکزی و قفقاز یگان 840 معرفی شده، اما مسئول عملیات‌های این شاخه نیروی قدس آواد حسینی فر است، ساکن ارومیه. او برای انجام عملیات علیه شهروندان اسرائیلی به ترکیه رفت و آمد می‌کند. شورای امنیت ملی اسرائیل 2 روز پیش به شهروندانش درباره سفر به ترکیه هشدار داد، با احتمال عملیات تلافی‌جویانه سپاه پاسداران در انتقام ترور صیاد خدایی. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را تهدید کردند که حیفا و تل‌آویو را هدف قرار می‌دهند.
اما بازجویی از رسولی، ترور صیاد خدایی و حالا حذف فیزیکی اسماعیل زاده نشان می‌دهد که سپاه پاسداران فعلا مجبور شده در خاک ایران و حتی در خود سپاه با موساد بجنگند. مجتبی پورمحسن، لندن.